معاون سروزیر روسیه الکسی اورچوک روز 16 یونی سال 2023 در حاشیه همایش بین المللی اقتصادی پتربورگ در مصاحبه با خبرگزاری روسی ریا نووستی اعتراف کرد که مقامات تاجیکستان تا کنون برای پیوستن به عضویت اتحاد همکاری اوراسیا یگان پیام ندادند. از دوشنبه برای پیوستن به EAS یگان پیام نرسیده است. این قرار است که باید آنها خودشان قبول کنند. این که چگونه قرار را قبول میکنند یا نه مسئله است که پوره در دست خود آنهاست، اظهار داشت اورچوک. ولی افزود که مسکو به نوبت خود به جانب تاجیکستان چه امتیازها داشتن عضویت در این سازمان را میفهماند. این امتیازها هم در مورد تجارت بی‌ممانعت و هم قلمرو یگانه گمرکی است و هم مربوط به بازار یگانه کار. شرح داد اورچوک که قرار است روزهای نزدیک همراه مراد اوسنولین باز یک معاون دیگر سروزیر روسیه از تاجیکستان بازدید کنند. انتظار می‌رود که اورچوک و اوسنولین نیز در دوشنبه بار دیگر تلاش خواهند کرد که تا مقامات تاجیکستان را برای پیوستن به این سازمان منطقوی زیر نظارت کرمل متقاعد کنند. روسیه چند سال باز تلاش دارد تا تاجیکستان برای پیوستن به صف اتحاد همکاری اوراسیا مایل کند، ولی تا کنون به نتیجه. ناظران امور بر اینند که مسکو در پی به سبب جنگ ضد اوکراین در انزوای بین المللی قرار گرفتنش در این اواخر فشار را بالای دوشنبه با طلب پیوستن تاجیکستان به EAS افزایش داده است. بسیاری ها موج اخیر بازداشت‌های عمومی مهاجران تاجیک در روسیه را از جمله به همین مسئله عضویت تاجیکستان در این سازمان ربط میدهند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف که روز 5 یونی سال 2023 از تاجیکستان بازدید کرد، در سخنرانیش در پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه گفت مسکو امیدوار است که تاجیکستان به تدریج فایده های اتحاد اقتصادی اوراسیا را درک خواهد کرد. ولی سردار دپارتمنت اطلاعات و نماینده رسمی وزارت خارجه تاجیکستان شاهین صمدی به خبرگزاری روسی تاس گفت مقامات تاجیکستان در حال حاضر مسئله پیوستن این جمهوری به اتحاد اقتصادی اوراسیا را بررسی نمی کنند. او تاکید کرد که این مسئله در ملاقات لاوروف با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و وزیر خارجه تاجیکستان سیراج الدین موردین بررسی نشده است. نظرها در جامعه تاجیکستان در مورد پیوستن این کشور به EAS مختلف است. عضویت در این سازمان را برای بود و باش و کار مهاجران تاجیک در روسیه و همچنین برای رشد تجارت با کشورهای عضو این سازمان مفید می شمارند. ولی یک مایه نگرانی نهادهای اقتصادی حکومت تاجیکستان این است که در صورت پیوستن تجارت با کشورهای EAS باید بدون باج و خراج گمرکی صورت بگیرد و در چنین صورت بودجه تاجیکستان هر سال از تقریباً 300 میلیون دلار باج و خراجی که از حساب تجارت با کشورهای عضو EAS به دست می آمد محروم می شود. مخالفین حکومت از امکان سوء استفاده از امتیازهای گمرکی محروم شدن شرکت‌های فعلا صاحب امتیاز مربوط به منصبداران بلندپایه حکومت و خویش و تبار آنها را یک سبب دیگر و حتی سبب اساسی سرکشی دوشنبه از پیوستن به EAS می شمارند.